آفت شده جنون. دیدن تو یک کار کن تم چاک تاکو و از این همه تخ خونه خط پتا تاشکالا از زیر پا گوا جمع میکردم انبارا اینا میگم مو کردن دست مرغ عباس رنج شد دست مرغ عباس همینا رو به میخز میبری میفروشی خب من می گوار جمع میکنم من نمیتونم سال با 12 لمشی مرغ جمع کنم حتی خوره گوا اینا رو میبری میفروشی که نمیفروشی هم نیایی بسرا پیارمه چه کاره؟ عباس خبر نداره که این مرغا خور برابر شاید امکان داره که برابر کورتی برخو یا مثلا برابر خر کلف میاره مایه اینا خبر نداره میباره روز جمعه به جمعه میباره به پل مالون جنگ میده خبر دارم خب خبر دارم و حالا ببریم اینا رو بفروشیم خودی از این نافهمی بی عقلی جواب اینو نمیدم جواب کی؟ جواب عباسه او بچه منه ما بچه از اونیم بگرد میفهم یا نه؟ بده بفروشم بابر بفروشه هر دو مرغ لوکا بفروشم هر دو مرغ میفروشی لوکا هم گم نمیکنی بر میداری میاری تیز که دیگه مرغ به تا سران نبینم خلاصه به تو بگم اگه من زد بابا میشه من بزنه کی میزنه تو؟ عباس وقت میکنه که میزنه بیتاها مثل که میگی هیچ چیز دانزده شما نمیایم دوغیم دیگه دانزده شما دیگه گلاسک دوغی یاره بابا شاید دو به درد ما بخوره شما کنم درد ما نمیخوری ما درد شما نمیخورم ما راست میگی وای 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 همین به عقل کمال شما بده دیگه بکنو خلوصه ها هر دو تا بفروش بده گیلا سرکو که چی میگم چی میگه؟ این تا اونو من 50 روپیه میخرم باید بفروشی نه یاری بسرا خوبه زودی دیگه بده خوبه خروسک مکیونک چی بیرو باره مرغ کاشم آل ببارم بفرشم به چی بیرو باره پیر ما گفت که دونه پینجری پیر میخرم بده گل گندم گل گندم گل گندم گل گندم گل گندم واوا گل گندم بله میگم از این سر خودی سرا خیلی وی کو تو هم خودت سرا خیره وی کو بگو برو دیگه بگو سرا ما میری دیگه پس ور نمیگردی بگو دیگه فریشی داره فریشی فریشی داره فریشی فریشی داره فریشی مرغ خروس و مرغ مکیون فریشی داریم فریشی منتطاسم ما دیگه به تخمرغ میای فریشی داریم فریشی جنگ میکنه جنگی فروشی داریم فروشی میفروشی چی؟ چی؟ مرغان میفروشی دیگه من مثل کلبه اینجا گویم از این همه میگم فروشی داریم فروشی دوره چنده؟ نکو ها؟ دوره چنده؟ بیار مگه پینجری په کمتر یک لنگی ندی برو کاکا مار مسخره میگنی یا خود خو بله؟ با چندی میدی راستی خو بگو دست نزد ماما ها؟ چیه؟ با چنده هر دیتا؟ کیل به چند دردی مرغا مرغا خو میگم بیار مگه پینجری په کم ندی مار مسخره میگنی چره؟ دوره پینجری په گرون خله نیه ها؟ گرون نیه بیار مگفتن ای جنگ میکنه یا مال از تو بیشتر جنگ میکنه چی؟ مریض که نیه دزنی نه چی دوزو نمیشناسی تو از کجا هستی ما از اون خلی بالای ما دیگه نیم کیلو ما نمیای خودم کارو گوی نیم کیلو نمیایه سم ما دیگه به خیر خوشی به تخمرغ میایه ناجور نیا کی؟
مریض نیا کوی بگی اول بده پیار من مریض نیا نه مرغا تو مرغا نه کیر بودم ایران بده که یک نگاهی بکن روش کن نام خدا بگو این خروس خوبه کماکه نام خدا امی یکه چنده بدون کدو یکه امی یکه پیار بگو تا لکه بفروش خاطر اینا از برار من عباس اینا رو قلمقال میکنه به تاثرا ماشر این اردی تا چنده بدون تو چی؟ اردی تا اردی تا بگی که پول بدون چنده بدون میفروشی ارستی نه چنده بدون اردی تا تو پینجری په دونه خیلی خیلی نیه مچو پیار مگو یک لیپه کم نده بیا بگیرم بده مرغ چی بدم؟ بده بگه پیار مگو گفتن دونه پینجری په کم نده خوانی چند تا مرغ داری تو یکی دوتا خوبی چندیه یک پولیه او 2 تا 5 میشه مثل که خیلی کم بود داری تو من واقعا مثل تو 10 تا 50 تا 10 تا من مثل تو 5 میشناسی من مثل تو 5 میشناسی تو صبر کن من بگیرم. با گم مفت میزنی من مثل تو 10 تا خودی اینا تو ببردم بلاب جیه او خودم پس بیامده بگی مرغ خود یک دقیقه استاد شو نمیفروشم بیا بس تا یک دقیقه حالا میفروشی یا نمیفروشی من بنزین ندی. خونه میگردی برم 5 خونه. میشناسی کی 5 روپیه بالیا خب بیا اینا 50 یه لکه یا یکه خب یا ما 2 تا درست شد آفرین حروم نخور موقعیت تختکه میبینی گردن خور بسته نکن تو حروم خوری نی بده برم بده گپ مفت نازه معلوم که من دون لازنه برو بخیر بری خدا خیر بده خدا حافظ تو نه بند باشه که بچگر بیزی دادم بیا که از اینجا بری کنو که اگه بچگر ببینه که اینیم بیزی دادم من پیار مگو با مگذر کم ندی انی بخرید این نمیبینه این به خیال مغل کمال اصلا نداره خدا از اینجا بچون که اگه ببینه که من این بیزی دادم نیه مرغار پس میارمش بیرون تاشون به خود پیار خفته کلب کنم ای تو نمیرم ای که ای ترم من ای تو نجم مغله پشتی ور میرم دو تا مرغ موله 2000 بیشتر قیمت از اینو به 100 روپیه از استوندو یک خروس یک ماکیانه شمندگی من کار شد درتر حرکت میکنم بشه ایمون بشه عجب خروسی جنگم میکنی؟ ها؟ جنگی؟ جنگم میکنی؟ ها؟ یا بریم چه بیعقل آدمی بود ساگی گو بسته بکنه کلمه این نگیش تو بچگی بیعقلی بود با بیلا چخه ما و تو چه کار دارم اینجا کم میکنی با بیلای بچه که نه اول باشه نیه از این آدم بیعقل تر به تمام این دنیا نبودن 2 تا پیجایی بدادم به دستم میگه بگیر پولو
پیلا مرغات تو بابا تو چنزی تو اگه آدم عقل کمال داری چنزی شیر مادر تو گیلک بگو کمر بزی دادی همین هسته که اسم عمر بلد می اگه میپرسیدی من تا به منجی شاید بگفتی شیر مادر تو گیلک که تو مرتگل بزی دادی صدری دو تا پینجایی بداده به دستم وای 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 برم از این نگاه که اگه به رد من بفته که گردنم بند باشه پیلار پس میستونه سر کنه سه کنه کسی من نزدم برم اینجا نسته کن اینجا جاده گله اگه مرتکب بیایه مرغار پس میاره یک ذره به شهرم اگرم ببرم به افتاب و سرخ بفرشم این پشیمون میشه 100% پشیمون میشه خود پس گم کنم برم از اینجا سفر میکنم قبله چکار کردی؟ بله بابا چکار کردی مرغ بفروختی؟ مشتری پیدا شد به چند دادی اونو؟ به چند دادی اونو؟ خود چه منو گفتن دونی پینجری پی کی بود تو که دونی پینجری پی بده؟ گردنم بند باشه بابا شما گفتن دونی پینجری پی میخرم بفروشی که شهر اینا با پای تاشم تک او خلگوایه من مثلا نگاه پر گفتم برای تو 2000 روپه تن همون خروس ازشی بکن تو به 50 روپه دادی اینا رو به 100 روپه دادی تو 100 روپیه نه دونی 50 روپیه چند تا 50 100 میشه چند تا 50 100 آخه اینا 100 روپه سایکو اینا 100 روپه خوب سایکو چیشا کن خوب خود شما نگفتن دونی 50 روپیه لا بزنیدم تاکش تو 2000 روپه مرغ دادی به 50 اینه تلاشی کن به 100 روپه دادی اینو اینه تلاشی کن نه به 100 روپیه به کجا بابا دونی 50 روپیه دادمونه سر تو 50 روپه بخوره اینا 100 روپه 100 روپه سایکو اینا 100 روپه دو تا 50 100 میشه از این سرخه مرتکب بد ادوار نداشتم بینا بازم میتونم من یک تو نرم کنم بابا گناه بچه فکر کو 2000 روپه مرغ دادی سایکو یعنی بلی 100 روپه دادی اینو به کی دادی تو؟ به کجا فروختی اینو؟ به کی کجا فروختم؟ همین مرغ رو کی فروختی؟ به یک کوچی با بازار نرسیده با بازار بخریدن با بازار نرسیده اشته بدن بیدک نشینی های بده که برو مرغا خوب استونو مرغا شما کونه بابا مرغا شما کونه دیگه او خوب شده مرغا دیگه به دستتون آدم مرغا مادر تو خود شما گفتیم مردم مرغ عباس رو ببر دیگه مرغ عباس مرغا مادر مونونجگایه وای 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 اشتاد همه بیدر میشنیختی کی؟ همین مرتکه که مرغا دادی که برفشیدم؟ آه نه بابو البته باجی میبیده که من میشناختم چی کار کنه دیگه من چی خیال خاکسیه با صرف کنه دست دی اولادا تو 2000 روپه تن همون خروس از دیشه بابا خدا خود شما 500 پکه دیگه خیلی بابا به سر شما دارم که سر شما رو مال به اخمال شلغم نمیدم گفتیم بابا گفتیم به 50 روپه بده آبا 50 روپه مثلا نگپ گفتم من به مثلا نگپ چی میفهمم من هوشیارم که به مثلا نگپ میفهمم نمیفهمی یا بذار میتونم تا گوشو که بیارم یکی بفهمی گناهکاری بده برو بخور بده دیگه سیوه تو به خاک خودی کار کردن تو خدا تو رو به خیلی خوشی پیاره
خونه. بابا ما بیام از مکتب آمدم برم که مرغا خوشم که بقول مقدون نیم مرغامه کجایه؟ ندیدی شما؟ مرغا تو رای کردم که ببره بفروشه. کی بفروشه؟ گیلاک دست گیلاک دادم. گیلاک اونو بفروخته. هر دو تار داده دونی پینجه. دونی 50 روپیه؟ آه. بابا شما حساب شما خراب شده واقع چرا بفروخته؟ نه؟ یعنی بگم سر کنز به یک چیزی به تو بگم. همه موقع جنگی رو جمع گناه نداره که تو میبری جنگ میدی مرغا. بابا خب مرغ چی فرق می چیکار میشه دیگه؟ مرغا مادر تو کمه که تن با تصم مرغ وردی. حالا مرغا من استی بفروخته؟ بفروخته. من اجازه نکنی بفروشه. او داری بفروخته بابا. گپ کم کو. من میشه سال بام 12 بنا تا خوره گول لمشی و پرمو جمع کنم. اون مرغ دارن 2000 قیمت به 50 روپیه داده. من مردم پرسان میگم می گواش میشته چاقه چه گوا لاغر میگه اما پرمرغ میخوره گوا. بخی گپ کم کو. روزا جمع میبیره مرغ رایون کو جمع میده کنه چه گناه داره؟ کدوم یک کنی 2000 قیمت به 50 روپیه داده آخرا. حالا کجا داده به 50 روپیه؟ خود شما چی کار؟ بگو کشون. با مرغا چی کار داره؟ بخی گپ کم کو. یه گوجبی. بخی کاری به کجا؟ تو زبا بده بیاه. برو دیگه.